سلام! امروز انیمیشن شوگا از گروه BTS رو داریم. در تاریخ 9 مارس 1993 یه پسر بچه کوچولو توی دهه‌های کره جنوبی به دنیا آمد. خانواده‌اش بهش گفتن مینیونگی، ولی دنیا بعداً بهش گفت شوگا. از همون بچگی یه علاقه عجیبی به موسیقی داشت. بقیه بچه‌ها داشتن کارتون می‌دیدن، ولی یونگی کوچولو داشت ضرب آهنگ رپ رو تمرین می‌کرد. کم کم فهمید که هیپ هاپ عشق واقعیشه و تصمیم گرفت که یه رپر بشه. اما کی فکرشو می‌کرد این فسقلی یه روزی یکی از بزرگترین آیدل‌های دنیا بشه؟ شوگا توی دنیای هیپ هاپ زیرزمینی کره فعالیت می‌کرد. برای بقیه آهنگ می‌ساخت و مثل یک استاد موسیقی زیر نور کم و دود مه‌آلود استودیوها روی بیت‌ها کار می‌کرد و نوت می‌نوشت. ولی خب موفقیت مثل یه نودل فوری نیست که فقط 2 دقیقه طول بکشه. چون یونگی یک عالمه سختی کشید، اونقدری که حتی برای پول غذا مشکل داشت. یعنی اگه BTS نبود شاید الان یه فود بلاگر حرفه‌ای شده بود. ولی اون تسلیم نشد و بعدش یک روز سرنوشت ساز. بله، کمپانی بیگ هیت انترتینمنت وارد میدان شد و گفت یه آیدل رپر بشو. یونگی هم یه نگاه به خودش انداخت، یه نگاه به پیشنهاد، یه نگاه به کیف پول خالیش و گفت باشه، ولی آهنگسازی رو ول نمی‌کنم. و اینجوری شد که وارد گروه معروف BTS شد. البته اوایل یکم سخت بود، چون باید میرقصید و اون زمان سبک رقصش بیشتر شبیه تلاش برای فرار از عنکبوت توی اتاق بود، ولی کم کم استاد شد. بعد از کلی تمرین و عرق ریختن و شاید 1-2 تا گریه های یواشکی توی خواب، BTS توی سال 2013 دبیو کرد و دنیا ترکید. شوگا تبدیل شد به یکی از رپرهای اصلی و مغز متفکر موسیقی BTS. صدای عمیق، سبک خاص و انرژیش روی استیج مثل ترکیب ردبول و قهوه اسپرسو بود. ولی هنوز یه چیزی کم بود. یه جای خاص برای انفجار احساساتش. شوگا وقتی خواست یه روی شخصی تر از خودش نشون بده، اسم هنری آگستی رو انتخاب کرد. این اسم از کجا اومد؟ این اسم ترکیب اسم شوگا و دیتی بود. دیتی یعنی دایگو تاون که محل تولدش بود. اولین میکس تیپش آگستی توی سال 2016 منتشر شد و همه فهمیدن که این پسر فقط آیدل نیست، یه نابغه موسیقیه. اون توی آهنگاش درباره افسردگی، اضطراب و فشارهای صنعت موسیقی حرف زد. بعدش هم سال 2020 و میکس تیپ D2 اومد و آهنگ بعدیش منفجر شد. شوگا یه ترکیب دیوانه‌وار از موسیقی سنتی کره و هیپ هاپ مدرن درست کرد و همه گفتن اوه تو نابغه‌ای. خب حالا بریم سراغ چیزی که همه دوست دارن بدونن. درسته، پول. شوگا فقط یه خواننده نیست، یه بیزینسمن واقعی هم هست. تخمین زده میشه که داراییش بین 40 تا 50 میلیون دلار باشه. کسی که یک زمانی پول غذا نداشت الان میتونه یه فست فود زنجیره‌ای را بندازه. درآمد سالانش بیش از 8 میلیون دلاره که از راه موسیقی، تبلیغات، سرمایه‌گذاری و احتمالاً پیدا کردن یه جادوی پنهان برای پول درآوردن. اون حتی یه خونه لوکس توی سئول داره که قیمتش از سطح درک ما خارج شده. شوگا توی زندگی روزمره‌اش یه آدم آروم و منطقی و درونگراست. اون عاشق خوابیدنه. بیشتر وقتش رو توی استودیو میگذرونه. آهنگ مینویسه و گاهی هم با اعضای BTS شیطونی و شوخی میکنه. خودش یه بار گفت اگه خواننده نمیشدم قطعاً نویسنده یا تهیه کننده موسیقی میشدم. اون یه الگو برای میلیون ها نفره و موسیقیش خیلی‌ها رو تحت تأثیر قرار داده و مهمتر از همه ثابت کرد که حتی وقتی کیف پولت خالیه ولی رویاهات پر، میتونی دنیا رو تسخیر کنی. لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم این زندگی نامه کوتاه براتون جذاب و دلچسب بوده باشه. اگه دوست دارید داستان زندگی سلبریتی مورد علاقتون رو به صورت انیمیشن ببینید، اسمش رو توی کامنت ها برامون بنویسید. ما با عشق نظرات شما رو میخونیم و تلاش میکنیم بهترین انیمیشن ها رو براتون بسازیم.